اصلا الله تعالی به هر یک منطقه‌ای که پیغمبر میفرستاند به کسب آنها و تخصص آنها مناسب پیغمبر میفرستاد. مثلا حضرت موسی به یک مردمی پیغمبر شدن که اونا در سحر پیشرفتگی بودن. در سحر پیشرفته بودن. الله تعالی به حضرت موسی هم معجزه داد که سحرگرا را عاجز کرد. وقتی که فرعون 70,000 سحرگر جمع کرد، ببینید از یک 70,000 سحرگر جمع کردن هم آسان نیست. 70,000 سحرگر جمع کرد به مقابل یک موسی علیه السلام. حضرت موسی القوا ما انتم، پرتایتان اون چیزی که شما میخواهید پرتایید. بعد اونا 70,000 ریسمانچه پرتافتن. ریسمان، اما ریسمان ها مانند مار شده به حضرت موسی هجوم کرد که الله تعالی که القی عصاک فاذا هی ثعبان مبین، عصا تا پرتاب. عصایی که در دست دارم به زمین پرتاب، ناگهان ماری کلان شد یا اژدها شد و تمام مارهای فرو برد. که همش فرو برد که تمام سحرگرها سجده کردند. قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. گفتن که الله، ما به پروردگار تمام عالمیان سجده کردیم، ایمان آوردیم به پروردگار موسی و هارون. یعنی موسی که هارون به سوی همون الله میخواندن، مردم دعوت میکردن، ما به همون اله ایمان آوردیم. فرعون اینو از تمام شهر و ناحیه ها جمع کرده بود و به اینا وعده داد که اگر شما غلبه برویتان همتون غلبه کنیتان همتون یعنی ساحرانی درگاه میشیدن، درگاهی پاشاه زندگی میکنیتان 70,000 کس. همش یک بار اقلا 1000 تاش یا 35,000 تاش نه، 70,000 همش یک بار ایمان آورد. 70,000 سحرگر همش به آتش پرتافت. اگر گفت از ایمانتون نگردیتون به اله موسی، من شما به آتش میپرتم. یگان که اینا از ایمانش نگشت، همش یعنی در همین سخنش باقی ماند که ما به الله ایمان آوردیم، گفت همش کشته شد. حضرت عیسی به یک قوم پیغمبر شدن که اونو در علم طب پیشرفته بودن. اونو 1 سال 2 سال 10 سال دوا میکردن تا اینکه کسلی پیسه دوا کنن یا کال مو برارن یا کور نابینای چشمش شاد کنن، بینا کنن. حضرت عیسی آمدن این دستشون گفت هم تو میمالیدن آدمی نابینا بینا میشد، کال میمالیدن مو برآمد، آدمی پوستش و ایران میمالیدن پوستش صحت میشد. یعنی اونو در مقابل این معجزه ها همین خیلی عاجز و ناتوان میموندن. معجزه عاجز و ناتوان کننده خودی معنای معجزه برای پیغمبر الله تعالی میده. برای که یا آدم عادی هم اومده پیغمبری دعوا کرده میگیره این خیلی باشه، او باید معجزه نشان دهد. و معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار بود، از جمله قرآن بود که همین قرآن قرائت کنن خودش عربا که سخندان و سخنور بودن و از سخن و خطاگی بسیار می یک جمله یا یک بیت 18 20 خطاگی میافتن. بسیار سخن بازاری سخنگویی میشد. ببینید در کجا این خیلی بازار عکاس حاضر هم هست در بین مکه و طائف، یعنی بازار شعرگویی میشد. اونو در همین ساحه پیشرفتگی بود. وقتی که پیغمبری که خوانده نمیتواند نوشته نمیتواند از بیگانه ها نه، یک آدم از بیگانه از دیگر کشور آمده به مکه من پیغمبر گفتگیش نه، همین مکگی خداشون، همین آدمی که در بین مردم زندگی میکرد 40 سال همه میشناختن، آمد و پیغمبر من هستم، من الله پیغمبر فرستاده. آدمی که یگان مراتب دروغ نگفت است، عرق ننوشید است، مال کسی را نخورد است، کسی را با زبانش یا با دستش آزار نداد است. خود اهل مکه محمد الامین لقب داده بودند. تمام اهل مکه دوست می داشتند. وقتی که 35 ساله شدند کعبه را، ولی پیغمبر نبودند، عرب ها کعبه یک بار ویران کرده از نو ساختند. مثلا فرسوده شده بود عمارتش، خودی کعبه را ویران کرده از نو ساختن. بعد در همون 35 سالگی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. از اگر بندان حتیم هست کو یک تا جای کعبه دیوالش پره نیست، تا همین جاهای آدم دیوال است، باقی موندهش گشوده است. اصلا کعبه کمتر 12 است،
4 بودچه حاضره مانند حاضره نیست. ببینید کمتر حتیم دارد، یعنی دیوال کرده ماندگی و بالاش کشاده است. مردم گاه از یک دو طرفش در دارد، در آمده اونجا در داخل کعبه نماز میخوانند، لیکن کشاده است اونجا کعبه بود اصلش. لیکن این عرب ها اگرچه مشرک و بت پرست بودن، گفتن که یک شرط، کعبه رو از دم بسازیم به پول حلال. قبیله ها تقسیم کردن، پول حلال نرسید، بنابراین اونقدر جاش کشادگی ماند. و الا در زمان حضرت ابراهیم خیلی نبود کعبه، دراستر بود، اینا پول حلال نیافتن، همین قدرش ساختن. بعد مسئله حجر الاسود آمد. حجر الاسود همون سنگ سیاهی که اصلا سفید بود و از جنت آورده، که جبریل آورده به ابراهیم و اسماعیل علیه السلام داد. اینا به یک برج کعبه در نزدیکی دری کعبه ماندگی هستند. از آدم‌ها سلامت میکند، بوسه میکند، دستاش میمالد، بسم الله اکبر میگه، این همون سنگ است. همین سنگ به اختلاف کردن کی سنگ میماند. هر کس میخواست که وای ماند، فضیلت بود. بعد گفتن که هر کی بحث و مناظره کردن که میماند کی نمیماند، بعد گفتن که بیاید اینجا میسیم که یکم شده همینجا وارد شود، همون میماند، همون حکم میکند، همون چی که گفت گپی همون. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آمده اونن، همه از خرسندی داد زد، گفت که سزاوارترین آدم محمد الامین اومد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یک چیه بیارتون، یک متای بیارتون، یک متای ما آوردن، سنگ حجر الاسود گرفته ماندن، گفتن که 4 رئیس قبیله از 4 طرفش بردارد. 4 رئیس قبیله ها از 4 طرفش برداشت، یعنی گویا که تمام قبیله ها حجر الاسود برداشتن، گفتن بردارید بیارید به نزدیک کعبه. وقتی که آوردن خودشون گرفتن به جاش موندن. یعنی که مردم دوست می داشت، مردم میشناخت، مردم با پررگی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو میشناخت. وقتی که دعوای پیامبری کردن، آدمی که نوشته نمیتوانست، خوانده نمیتوانست، یک سخنهایی را گفت که همه در حیرت ماندن. بنابراین یک یهودی چوپان بود است، وقتی که یک گرگ هجوم میکند به گوسفندانش، گرگ زده از دهان گرگ گوسفندش نجات میدهد. با یک گوییم عصای غوث گرگ زده از دهان گرگ گوسفندش نجات میدهد. بعد گرگ میگوید که روزی که این گوسفندها به پاسبان میماند، اون روز که گوسفند را از دهان من نجات میدهد، یهودی حیران میشد، میگوید که آهی گرگ به زبان آدمی گپ میزند. گفته وقتی که حیران شود، میگوید که از این هم چیزی عجایب ترت برای تو گویم، از این هم چیزی عجایب تو این تعجب نکن. بعد گفت که چی از این عجایبش؟ گفت که مکه فرا این در کوهسارا گوسفند میچرانه، و مکه فرا محمد خبری آسمان و زمین و خبر این دنیای و آخرت با مردم گفته ایستاده است. بعد فرامده پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش کرد. وقتی که عرب ها که در سخن پیش رفته بودند و سخنور بودند، با برابری شنیدن یک آیت یا دو آیت الکی به قلبشان اولین مرحله های ایمان می‌دارند. بنابراین مطعم بن عدی بن حاتم عالم وقتی که میگوید که وقتی که شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز شام سوره طور میخونده، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، همین آیت وقتی که شنیدم قریب که قلبم پرواز کند، قلب به حرکت در آمد، میگه قریب پرواز کند. و همین آیت سبب شد که من اسلام قبول کردم. معناش این است که ام خلقوا من غیر شیء، الله تعالی میگه که آیا آدم ها از هیچ چیز پیدا شدند؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، از هیچ چیزی پیدا نمیشن. یکم سوال، آیا مردم از هیچ چی پیدا شدند؟ الله تعالی میگه ام هم الخالقون، یا که آنها خودشان را خودشان آفریدند، خودشان خالق هستند، هیچ چیز خودش نمی آفرد. ام خلق السماوات والارض، یا اینکه آسمان های زمین ها را هم همین آدم ها آفریدند. بل لا یوقنون، بلکه اینا یعنی فهم ندارند، عقل ندارند.
یعنی یک مراتب اگر فهم داشته باشن و فکر کنن که همین آدمیزاد را کی در همین صورت زیبا آفرید و این اگر سیستم بدنی آدم را آدم آموخته براید، من طبیبا میدانند، به بزرگی سازنده این مخلوق در حیرت میمانید. این ناخن بینید برای چی در اینجا آفریده است، این انگشتا برای چی 5 دانه برای چی قطع میشن، همه اعضاها. آدم رو یک مانند عصا آفرد چون میکردید، نه سجده کرده میتونستید نه رکوع. این اعضاهایی که ختم میشد، دندان بینید، میجی بینید، قاش بینید، چشم بینید، گوش بینید، موی بینید. الله تعالی چگونه آفرید؟ بنابراین الله تعالی ما را هم توصیه کرده، گفت که و فی انفسکم افلا تبصرون، یا مراتب برای خودتون نظر نمیکنید؟ الله تعالی شما رو چه خیلی به خودتون اگر نظر کنید بزرگی الله تعالی را میبینید، سازنده این انسان، این مخلوق را میبینید. الله تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در بهترین صورت آفریدیم. بنابراین وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم قرآن قرائت میکردن، بعضی شاعرها هم شعرگویی بس کرد، اگرچه اسلام قبول نکرد لیکن شعرگویی بس کرد، گفت که این شعر ما در مقابل این چیزی که محمد به آن آمده است دیگه بی‌معنی و بی‌مزه شد، آبروی خدا ما اینا ریزانیم و بهترش شعرگویی بس کنیم. گفته بس کردم. بعضیش بس نکرد، بعضیش هم بس کرد هم اسلام قبول